سبارا و گلیستان گذری هست آبادی سبارا و گلیستان گذری هست مرغانی چمن را برای تو نظری هست مرغانی چمن را برای تو نظری هست نباید شدن از گردشی ایام هر شام بیاید زی پی آن سحری تشکر زیاد و شما دوستان عزیز. گلچهره قربانووا بودند، سراینده ارکستر دولتی سیمفونی دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان. بار دیگر خوش آمدید. بسیار سرود زیبا و همین به برنامه ما یک آغاز خیلی خوب بخشید. سپاس بی پایان با شما دوستان. این برنامه فضا است، سرور بخش فضای خاندانی هر یکی شما. میدانید روانشناسان ابراز می‌دارند که پیش از خواب باید شخص موسیقی و یا سرود دلنشین را گوش کند. محض به همین خاطر ما کوشش میکنیم که به استودیوی برنامه فضا هنرمندانی را دعوت نماییم که با سرودهای پرمضمون خود، با آواز شیرین خود طبع شما را بالیده گردانیم و در نتیجه شخص میتواند که خوابی بر راحت رود. چون گفتیم که همیشه با ما هستند و برنامه ما رو رنگین میکنن، باشد ارکستر دولتی سیمفونی دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، سردریژور دالیر تیلویف. تشکر زیاد. مهمانان زیاد داریم، همشون رو نمیگویم. سراینده‌های خیلی محبوب، شنیدنی، دیدنی و من فکر میکنم که در دوام برنامه شما خواهید دید، شنید، حلاوت خواهید برد. بعد از یک لحظه و دعوت میکنیم سراینده نوبتی رو ما رو همراه باشید.
این برنامه فضا است، سرور بخش فضای خاندانی هر یکی شما دوستان. بعد از یک لحظه برمیگردیم. در آغاز گفتیم با فرزانه که مهمانان خیلی زیاد داریم، سراینده‌های خیلی خوب داریم و امروز من دعوت میکنم عین حال یکی از سراینده‌هایی که بیشتر سرودهای همین در کماکک ژانر شانسون میسراید گویم خطا نمیکنیم. یکی از اون سراینده‌های کم شمار هستند که در همین ژانر میسرایند. برابر اومدن الکی شما احساس میکنید کی است این نفر؟ این هم باشد هنرمند شایسته جمهوری تاجیکستان هستند، حسن حیدر. با دعوت میکنیم با این صحنه این نفر رو یک قرصک میزنیم. السلام علیکم. سلام و درود به برنامه شما و همه اون کسانی که این بگو با ما هستند. خوش اومدید به برنامه ما. سلام داشتم. خوب هستید شما؟ سلام داشتم. راحت هستید؟ البته و همیشه خواهان روزهای نیک و خوشبختی و خرسندی آسایشته هر خاندان تاجیک هستم. سلامت باشید. سرودهای نو البته ایجاد شده ایستاده البته اون پیشکش حاضرت ترانه میشد که ما یک از گلچین کردیم، از اون ترانه که شناخته به همه میخوریسون، یعنی با اصطلاح پاپوری میشود. البته همه انتظار است که اکنون سرودهای انمون با اصطلاح شلاگر صدا میدن. دوستان عزیز، من باری دارم که به هر یکی شما پسند میاد سرود نوبتی، انیقترش سرودهای نوبتی در اجرای حسن حیدر، هنرمند شایسته جمهوری تاجیکستان. میرویم. فیض میخواهی اگر آب و زمین را قدر کن، هر وجب خاکی زمینی نازنین را قدر کن. تاجیکستان این بهشتی سرزمینی پرسخاست، خاک پاک این وطن این سرزمین را قدر کن. ذره خاکش همه باید که با زر برکشی، رزق و روزی میدهد رزق آفرین را قدر کن. خاک را دهقان به وقتی کشت میسازد به کف، رجه های نیکی این آینده بین را قدر کن. خاک را دهقان به وقتی کشت میسازد به کف، رجه های نیکی این آینده بین را قدر کن. بسد نوز پرورید از بحر من فراغت و سایش ندید. بارگرانی زحمتی فرزند رو کشید، بارگرانی زحمتی فرزند رو کشید. تا من زبان کشادم و با پا روان شدم، تا من زبان کشادم و با پا روان شدم. در پیش پای مادر خود سجده میکنم، خود را غلام و چاکر و هم بنده میکنم. در پیش پای مادر خود سجده میکنم، خود را غلام و چاکر و هم بنده میکنم. چون کار نه بر مراد ما خواهد رفت، اندیشه و جهد ما کجا خواهد رفت. پیوسته نشستیم در حسرت اوهون، دیر آمدیم و زود می باید رفت. یکی گروه یکی کام میکند باز، یکی دیواری زندان میکند باز، یکی دیلی میکند از عشق یاره، یکی چه دیگری جام
زدی آتش به داغ من کجا رفتی بیا ای شبنم گلهای باغ من بسی کلبه من پا گذار خانه روشن کن پریده رنگ چون پروانه از روی چراغی من بهشتی من بهاری من گلی رعنای باغی من مهی من کوکبی من نوری چشمی من چراغی من بهشتی من بهاری من گلی رعنای باغی من مهی من کوکبی من نوری چشمی من چراغی من چی گفتم من چی کردم من چی دیدی از شیرنجیدی گلی من شبنمی من غنچه من بگی باغی من بر رخسارت عرق را سیدادی دست و میگوید نرفته تا قیامت آب دور از روی باغی من بهشتی من بهاری من گلی رعنای باغی من مهی من کوکبی من نوری چشمی من چراغی من بهشتی من بهاری من گلی رعنای باغی من مهی من کوکبی من نوری چشمی من چراغی من پاکی روی زمین از پاکی جان بوده است گرمی دلها ز مهری عشق جانان بوده است دولتی پاینده‌ای فرزند آدم دوستان دانمان از دولتی دیدار یاران بوده است خانه آباد و نامی یکی تاجیک زنده باد تاج شورت بر سر او تا ابد پاینده باد خانه آباد و نامی یکی تاجیک زنده باد تاج شهرت بر سر او تا ابد پاینده باد غنچه بیش گفته‌ای باغی بهار زندگی دردی درمانی دلی امیدواران بوده است گویی یا که با سخن پروردن آمی تاجیکان که از ازل تاجیک همه شعر و سخندان بوده است خانه آباد و نامی نیکی تاجیک زنده باد تاج شورت بر سر او تا ابد پاینده باد خانه آباد و نامی نیکی تاجیک زنده باد تاج شورت بر سر او تا ابد پاینده باد چشمه شعر و سخن تا جاویدان باشد روان شکری به هر رودکی و عالی سامان بوده است گویی یا که با سخن پروردن آمی تاجیکان که از ازل تاجیک همه شعر و سخندان بوده است خانه آباد و نامی نیکی تاجیک زنده باد تاج شهرت بر سر او تا ابد پاینده باد خانه آباد و نامی نیکی تاجیک زنده باد تاج شهرت بر سر او تا ابد پاینده باد خانه آباد و نامی نیکی تاجیک زنده باد تاج شهرت بر سر او تا ابد پاینده باد خانه آباد و نامی نیکی تاجیک زنده باد تاج شهرت بر سر او تا ابد پاینده باد بسیار سپاس با شما. سلام داشتم شکرانه خدا و کوشش غیرت آنو میکنم که البوم نو اگر از این زیاد نه برابر همین ترانه‌ای که گوش میگیرن مخلصان هم خیلی شود با انمون ایجاد و البومی مجموعه سرودهای نوتون برور موفقیت و هرچه خونیم که تستر برای بیننده ها. عینی حال در مهمانی ما قرار دارد یک نفر ادیب جوان بزرگ مهری بهادر شما را خوش آمدید میگوییم. سلامت باشید. خوب هستید شما؟ زنده باشید رحمت. سلامت باشید. چون ما انمون ادیبان جوان شاعران جوان رو دعوت میکنیم و اونها قصه میکنند قرائت میکنند از شعرهای خودشون. من میبینم که بسیار
دست نرسانده شده است در این کتاب کی چاپ شد انیقترش رو میگفتید برای بیننده ها بسیار نو است. بله نشریات ادیب چاپ کردگی است همین سال گویا که یک کلچه گرم از تنور است گویا که. سلامت باشید. ساغر صدا. خب جمشید چگونه که من آگاهی دارم بزرگ مهر بهادر هر سال یک مجموعه شعرهای خود را چاپ میکند و من میخواستم بفهمم که در یک همین مجموعه شعری چند عدد شعر است که شما وقت میابید کوشش میکنید که حداقل در یک سال یک کتاب خود را چاپ نمایید. البته اینها همه شعرهای نو نیستند، اینها شعرهای هستند که از مجموعه های دیگر به مجموعه نو راه یافتند. چرا؟ به اون خاطر که اونها در مجموعه دیگر خامتر بودند، قلمی تحریر زده شد و به کتابی نو وارد شد. به همین خاطر اینها وقتی که فکر میکنند که کتابی نو چاپ کردیم همش نو باشد، نه، ما شعرهای پیشتری تکمیل میدهیم، دیگر میکنیم، واژه ها رو حتی مصرع ها رو عوض میکنیم و به کتاب های دیگر وارد میکنیم. این هم خیلی نزاکت ها دارد و تا رفت باید شعر سوفته شود. ثبت ها رو اگر گیریم در همین ساحه ژورنالیستیکا مثلا گیریم اگر من یک 6 سال یا 10 سال پیش ثبت خود را بینم میگویم باید کمک این خیل میشد، کمک این تر میشد و شاعر نیست همین طور هست بعد از مثلا 10 سال پیش شعری همون ایجاد کرده شو ببینن میگه نه باید من این رو عوض میکردم. هم خیلی هست. بله این همگی 64 صفحه یک کتابچه پست پیازی است. شما وقتی که تا این کتابچه شدنش اگر بینید شاید همین قدر دیگر سیاه نویس باشد. یعنی این مجموعه سیاه نویس ها از هر یک تاش 2-3 شعر میگیرید بعد هم خیلی کتابچه خورده کگ میشد. اگر نه اگر شما گویید که چقدر نویسی او سیاه نویس ها همش حکم شعر شدن ندارن، اونها همش در دم سیاه نویس. میگویند که شاعران باز نمیشمرند همون شعرهایشان رو، همین طور هست، درست است یا نه؟ بله کسی که من ایجادکار است نباید محصول ایجادش شمرد برکتش میپرد. هم خیلی گپ است. شما از این نگاه شما نگاه میکنید. میدونید چی یک شعر بسیار خوبتون رو از همین مجموعه شعرهایتون قرائت میکنید با بیننده های عزیزی شبکه سفینه هواداران برنامه فضا. بعداً باز ادامه میدیم صحبت رو. میشود؟ مشکل پسند مادر، مشکل کشای مادر، هم راهنمای مادر، هم راهپای مادر، هم شمس دل قرینت، هم ماه در جبینت، هستی چو عرش بر جای، بی تخت و جای مادر. آسایش ندیدی از درد و غصه اما، انده زدای مادر، شادی فزای مادر. در این سرای کهنه بس نوحه ها کشیدیم، یک لحظه علت را از نو سرای مادر. ما را گسیل کرده در کنج خانه تنها، بگریستی ز هجران با های های مادر. قدرت را اگرچه ما غافلان ندانیم، بالاست قیمتی تو نزد خدای مادر. اشک نهانیت را جبران چسان توان کرد، ناآگهی ما را بخشای آی مادر. ما زنگ بسته هستیم آیینه کاری از توست، ما زنگ بسته هستیم آیینه کاری از توست. این جرم و کین ما را از دل زدای مادر. تا دست سرد پیری از دامنم نگیرد، بحر بزرگ مهرت تو دیر پای مادر، تو دیر پای مادر. تو دیر پای مادر. دوستان برای مادرانی تاجیک، برای همه مادرانی یک خرسک میکنید. بسیار عالی بود. شرحتون اسلوب خودتون رو دارید. مجموعه یک سال قبل رو من هنگامی که مطالعه کردم یک شعر داشت ساعتی مادری من خوابیده است. واقعا هم خصلت‌های مادر رو در همون شعر خیلی زیبا وصف کرده است. این حال من میخوام که برای ما، برای بینندگان، برای هر نفری که این حال ما رو تماشا دارد آن شعر رو قرائت نماید. مرحمت. ساعتی مادری من خورشید است. یک شرح کوتاه این است که مادری همه ما ساعت نداره و بدون ساعت، بدون تقویم عمرش برای ما میبخشد. برای و سال لباسی قیمت، موی سرش سیاه است، سفید شده است، این چیزها اهمیت ندارد. یعنی که او بی ساعت است. ساعتی خانه ما خوابیده است، ساعتی خانه ما خوابیده است. مادرم بی ساعت، مادرم بی تقویم. گذری روز و شبش میداند از رهی رفتن و باز آمدنی خورشید. گذری روز و شبش میداند از رقم‌های زیادی موهوم، از رقم‌های پریشانی عمر، از حسابی همه سود و زیان. روز میلادی مرا میداند، ذاتاً فلسفه زندگی را میداند که برای دیگران زیستن است بی ساعت،
بی تقویم. همچون موهاش سپید روزی و اسپید است، به دلش عقربکی امید است. ساعتی مادر من خورشید است. آفرین. اگر زن دوست دارد در رگی او خون نمی غنجد. انا آغازش. اگر زن دوست دارد در رگی او خون نمی غنجد، دلی لبریز احساسش به صد هامون نمی غنجد. اگرچه عاشقانش دعوی مجنون شدن دارند، جنونی زن ولی در پیکری مجنون نمی غنجد. به هر جای زن آید عشق آنجا دیر می پاید. زن و شیر و شراب از یک تبارند، تب و تاب و سراب از یک تبارند. به زن عشق و هوس دایم جوان است، زن و فصل شباب از یک تبارند. بهار از معنی خالی بود بی زن، زن و باغ و گلاب از یک تبارند. به زیر پای او جنت نهادند، زن و مهر و ثواب از یک تبارند. گره قلب او بکشاب به تدبیر، زن و علم حساب از یک تبارند. همیشه ناکشوده پر معما، زن و راز و کتاب از یک تبارند. بدون زن نه معبود و نه شاعر، زن و شعر و شراب از یک تبارند. از یک تبارند. دوستان من اینطوری سپاس میکنم، چنون شعر خوب قرائت کردید و چنون وصف کردید که دیگر حجتی سخن گفتن نیست. تشکری زیاد. بار دیگر میگم بزرگمهر بهادر بودند دوستان مهمانی ما، ادیب جوان. بعد از یک لحظه برمیگردیم، باز ادامه مییابد برنامه ما رو همراه باشید. هرچی دریاست دیدم به تو من تشنه لبم، هرچی دریاست دیدم به تو من تشنه لبم.
که هرچی دریاست دیگر به تو من تشنه لبم به دلی دریاید همه در تاب و تبم که هرچی دریاست دیگر به تو من پروین یوسفی بودند دوستان عزیز، هنرمند شایسته جمهوری تاجیکستان. بار دیگر خوش آمدید. سلامت باشید. امروز باز یک سرودی سر دید که بسیار راحت بخش است. حرکت میکنم که همه خیلی شعر و آهنگ همه خیلی پرمعنا باشد، دلنشین باشد تو دل مردم رسد. برای همین من همه خیلی سرودها رو انتخاب میکنم و میسرایم. تشکر زیاد. نسل آفتاب از شهد ماهتاب از اوج قله های سرافراز خورشید نور را در چار سوی سینه من جار میزند جار میزند من آریاییم من آریاییم
صفا بخش خونده است شیرازه‌ای که تو به دلم عشق و زندگیست عشق و زندگیست عشق و زندگیست من دشمنم با هرچی غلامی و بندگیست من آریاییم خجسته میرزاولی بودند دوستان عزیز با یک شعر بسیار خوب سرودی تکان بخش و خوش آمدید بار دیگر سپاس برای یک سرود خیلی خوب و من فکر میکنم که در برابر دیگر سراینده ها مهمانان خجسته میرزاولی نیز مهمانی همیشگی ما هستند بسیار سپاس میکنیم از شما خوش آمدید بار دیگر دوستان بعد از یک لحظه برمیگردیم تا این دم چند وقتی که در چند نشر برنامه فضا ما را همراهی کردند گفتیم ارکستر دولتی سیمفونی دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و این نفر تکان دهنده گوییم خطا نمیکنیم همین ارکستر است این هم باشد سر دیریژور این ارکستر دالر تیلویف هستند من خواهش میکنم از شما اومده یک صحبت میکنیم اینجا زیرا سوال ها خیلی زیاد هستند تشکر دوستان دالر تیلویف من باوری کامل دارم که خوشبخت و خرسند همان نفری است که همون راهبری هست که کارگرانش از صدق احترامش میکنند دوستش میدارند بسیار یک قرصک های صمیمی بودند من اهمیت میدیم وقتی که سراینده ها سرود میخوانند وقتی که نوازش میکنند همین ارکستر شما به هر یک همون نوازنده نگاه میکنید حرکت میکنید همه رو اداره میکنید با همین نگاه خود باید هم چشم کتی هم دست کتی هم فکریش رنگ گیپنوتیزور دیریژور یک گیپنوتیزور هست بله بله گیپنوز موسیقی باید گیپنوز کنه که یک در چیز خود درویده ارکستر هر یک نوازنده خیلی عالی خب برای یک اثر را از خود کردن برای بیننده پیشکش کردن چقدر وقت لازم است وابسته از مشکلی اثر بعضی وقت نیم ساعت بس است بعضی وقت هفته و کتی اثر قین باشه مشکل باشه مرکب باشه بعد از نوازنده وابسته چند قین نوازنده بقوت باشند از پروفسیونالیسم وابسته از سطح کسبیتون سطح کسبی یک روز نیم روز یک دو ساعت یعنی باز از همون کسبیت خود دیریژور نیز وابسته است در برابر نوازنده و همطور هست ها این است خب شماره ارکستر زیاد اگر گیریم در مجموع چند نفر است زیاد در ارکستر روسی کتی گپ زنیم دوینوی ترینوی چتورنوی سستاف میگن خیلی از همه یعنی هیئتی دو کارتا سه کارتا چهار کارتا از 14 نفر سر کده زیاد ارکستر حساب میشد یعنی از 14 نفر زیاد ارکستر میتونیم بگیم که ارکستر از 14 کم وای انسامبل حساب میشه زیاد شماره زیاد 102 نفر هستم ارکستر 102 نفر 92 نفر هستند در ارکستر شما چند نفر هستند قریب 90 کس سلامت باشین 90 نفر رو اداره کردن به حافظو به سراینده ها فقط نوازنده ها سلامت باشید دالر تیلویف امسال ана ҳамон шоҳуҷоизаи озмуи ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи манро гирифтанд мара рости гап рафиқову хештаборо насиҳат кардан ку як иштирок ку як хата нишонте бале گفتیم خیلی کو یک بینیم دالر تیلویف یک نفر بسیار خاکسار هستند از همین لحاظ توصیه دادند دوستان نزدیکان خویشاوندان که باید که یک همون مهارت خود را سنجی و بالاخره شما توانستید جای اول رو اشغال نمایید در ژانر بسته‌کار یعنی آهنگساز و صاحب شاهجایزه گردیدید بله تشکر زیاد این 90 نفر نگفتند شاهجایزه هم است به ارکستر هیچ شاهجایزه نمیشه شوق‌آورش اکنون آغاز می شود چند سومونی رسید با این 90 نفر آشی 4 با 4 4 با 4 سلامت باشید برای دیگر
سپاس میگوییم، تشکر که با ما هستید. مهمونی همیشگی ما هستید با جمعی همین نوازنده ها. رحمت. دوستان بار دیگر میگویم که مهمونی ما بودند سردریژور ارکستر دولتی سیمفونی دستگاه اجرایی پرزیدنتی جمهوری تاجیکستان و در آخر دوستان عزیز باز یک نوازش دیگر میکنند. ما با فرزانه با شمای عزیز خداحافظی میکنیم. Thank you.